من میخوام که شما فهمید که همین بدن آدم، همه کدوم ارگانی بدن آدم، کدوم عضو بدن آدم همه تنبلای. ماینه سرش مغز، همین ماینه سر انسان همه تنبلترین جزء بدن شما هست. وای نمیخواد دیگرگونی، وای نمیخواد که بشود، وای نمیخواد، با همه خطری است. دست شما اطاعت میکند، کجای خواهد امون راه میکنه، چشم شما اطاعت میکند، نه که ماینه سر شما گپی دیگر را داده میشد، همه راه آسان میکند، همه راه خطرگی میکند. برای همون نصیحت هر کس با معقول نیست. وقتی که بعضی وقت من جنام نصیحت میکنم، نگاه میکنم روش تروش کرده، من این خیلی نگاه میکند. پسرم من به تو یگون چیزی گنده گفتم؟ نه. ابا چه به این خیلی تو ندوال نشستی، ناراحت شدی؟ چه که برای که آدم از چیز گندگی دست کشد و شخصیت بزرگ خودش به تربیت کند و دائما با بالای خودش کار کند، دائما